Kenapa Iran mau menerima gencatan senjata? ما آتش بس رو قبول نکردیم و در شرط آتش بس نیستیم. این تفاوت یک رژیم جنگ طلب با یک حکومت صلح طلب است. ببینید کشور ما مظلوم است ولی ضعیف نیست. بوده. آیا اگر شما به جای ما بودید باز هم به آمریکا در مذاکرات اعتماد میکردید؟ ما الان نیاز به اعتماد سازی داریم برای مذاکره. Iran Israel gencatan senjata. Di Talk episode 40 bakal ngobrol sama Dubes Iran, Bapak Muhammad Burujerdi, langsung di kediamannya. Thank you for having us. It's an honor to welcoming you in here. Bismillahirrahmanirrahim. I also welcome you and your colleagues from Kumparan to my residence. I am very happy to having you here to talk about Iran and Israel and everything that you are going to talk about. So thank you very much. Yang ingin kami ketahui bagaimana kondisi terakhir di Iran setelah gencatan senjata. به هر حال جنگ چیز خوبی نیست و همه کشورهای درگیر در جنگ آسیب می‌بینند. ما هم در جنگ نابرابر تحمیلی اسرائیل آسیب‌هایی دیدیم، ولی مردم ما همون در روزهای اول جنگ و در روزهایی که هر روز رژیم صهیونیستی منازل مردم رو بمباران می‌کرد به زندگی عادیشون ادامه میدادن. الان هم همون زندگی عادی در جریانه و اتفاق خاصی در ایران نیفتاده. Yang jadi pertanyaan gini Pak, kita tuh baca di beberapa pernyataan media, kenapa Iran mau menerima gencatan senjata? Padahal kan perang setelah 12 hari dan juga kita lihat Iran tuh cukup persisten gitu, cukup melawan Israel, cukup melawan Zionis. Apa alasan dibalik kenapa Iran mau menerima gencatan senjata? ما آتش بس رو قبول نکردیم و در شرط آتش بس نیستیم. کشور ما در حال جنگ و در حال عدم حمله است. ببینید فرق هست بین آتش بس و عدم حمله. ما معتقدیم که اسرائیل به دنبال این بود که جنگ رو منطقه‌ای و بین المللی بکنه و کشورهای جدیدی رو به جنگ بکشونه، کما اینکه شما شاهد بودید که بعضی کشورها رو به جنگ هم کشوند و اگر ما به این وضعیت ادامه میدادیم و طرفدار ایران هم وارد جنگ میشدن، جنگ میتونست گسترش پیدا کنه به منطقه‌ای و حتی به جهانی و ما مایل نیستیم که یک جنگ به منطقه و دنیا تحمیل بشه. لذا به شدت از اول جنگ تمایل داشتیم که هرچه زودتر این جنگ رو فروکش بکنه و صلح و ثبات به منطقه برگرده. از روز اول جنگ هم اعلام کردیم، گفتیم که ما حمله نمی کنیم، ما در حال دفاع هستیم. اگر حمله نکنند لذا ما دفاعی هم نخواهیم کرد. تنها دلیلی هم که جواب حملات اسرائیل رو میدادیم این بود که میخواستیم با قدرت جلوی پرخاشگری و جنگ طلبی اسرائیل رو بگیریم، چون این باور رو داریم که اسرائیل اگر تو دهنی نخوره و اگر بهش حمله نشه تشویق میشه که حملات بیشتری بکنه. به همین دلیل با حملات خودمون به دنبال بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه بودیم که الان به صورت موقت برگشته است. Jadi dipastikan Iran tidak akan menyerang lebih dulu. به هیچ عنوان ما تا به حال هیچ عملیات پیش دستانه نداشتیم. شما تصور بفرمایید ما 3 عملیات وعده صادق به معنای ماندن بر قول خودمان تا به حال با اسرائیل داشتیم. بار اول اونها به کنسولگری ما در سوریه حمله کردن، ما عملیات وعده صادق 1 رو انجام دادیم. بار دوم اونها میهمان ما رو در داخل جمهوری اسلامی ایران شهید کردن، شهید هنیه رو، و به خاطر بی احترامی به قلمرو ایران و به مهمان ایران ما عملیات وعده صادق 2 رو انجام دادیم. و بار سوم اونها حمله کردند، تعدادی از مردم بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای رو شهید کردند و ما عملیات وعده صادق 3 رو انجام دادیم. یعنی هر حمله ما در پاسخ به یک حمله اونها بوده و ما در 200 سال گذشته تا به حال هرگز به هیچ کشوری در اطراف خودمان حمله ابتدایی و پیش دستانه نکردیم. در حالی که رژیم صهیونیستی
تنها در چند دهه گذشته بیش از 20 جنگ بزرگ در منطقه را انداخته و به تمام همسایگان خودش هر کدوم چند بار حمله پیش دستانه کرده. این تفاوت یک رژیم جنگ طلب با یک حکومت صلح طلب است. Anda bilang rezim Zionis selalu memulai semua, tapi tidak ada negara-negara, sebut saja kita bilang tidak ada negara muslim yang seberani Iran. Bahkan Iran disebut sebagai benteng terakhir. Apa yang mendorong itu? Apa yang dilihat Iran? Kenapa negara-negara muslim terlihat diam melihat aksi agresif di Zionis ataupun tantangan perang atau provokasi dari Zionis? ببینید کشور ما مظلوم است ولی ضعیف نیست. ما مظلوم قوی هستیم. ما کشوری هستیم که مظلومیم چون به ما حمله میشه و حمله میکنند و قوی هستیم چون توان پاسخ دادن داریم. رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله غیرقانونی و جنایتکارانه انجام داد. غیرقانونی چون بر اساس قوانین بین المللی هیچ حمله‌ای مجاز شناخته نشده و جنایتکارانه چون دستش به خون مردم بی‌دفاع، بیگناه، زنان و کودکان در ایران آغشته است. معتقدیم که اولا در جهان اسلام تنها نیستیم. ما اولین هدف رژیم صهیونیستی نبودیم، آخرینش هم نخواهیم بود. فقط ایران با کشورهایی که تا حالا رژیم صهیونیستی بهشون حمله کرده متفاوته. یعنی رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد با کشتن فرماندهان و رهبران حزب الله و انفجار پیجرها و ترور سراسری در اونجا جنایات زیادی کرد و به غزه حمله کرد و به فلسطین حمله کرد و به سوریه حمله میکنه و به یمن حمله میکنه. ایران متفاوته. ایران این توان رو داره که اگر حمله کنند توان پاسخگویی داشته باشه. یعنی ما غزه نیستیم. در غزه رژیم صهیونیستی با تعدادی مردان و زنان کودکانی که در حال گرسنگی هستن و از گرسنگی در حال مرگن روبروه و حمله میکنه. در طول 2 هفته گذشته بیش از 200 نفر رو شهید کرده و اونها حتی یک اسلحه سبک ندارن که از خودشون دفاع کنن. ما به رژیم صهیونیستی یک پیام دادیم و اونم اینه که اگر ایران را بزنید ما شما رو خواهیم زد. بله، فرمایش شما درسته. امروز ایران سنگر دفاع از جهان اسلامه، چون رژیم صهیونیستی به تمام پشتیبانان ملت فلسطین به عنوان دشمن نگاه میکنه. یعنی دولت اندونزی و ملت اندونزی چون از فلسطین حمایت میکنن دشمن رژیم صهیونیستی هستن، ولی به هر حال شما در دسترسشون نیستید و فاصله جغرافیایی اجازه نمیده به شما حمله کنن و الا به شما هم حمله میکردن. رژیم صهیونیستی ثابت کرده که به تمام همسایگانش و کشورهایی که از فلسطین حمایت میکنن حمله میکنه و ما هم یکی از اون کشورها هستیم. Pertanyaan selanjutnya mungkin keterlibatan Amerika Serikat. Bagaimana Pak Dubes melihat keterlibatan Amerika Serikat saat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran? آمریکا دخالتش جدید نیست. آمریکا همیشه از رژیم صهیونیستی حمایت کرده. ببینید رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگره، یعنی موجودیت حقوقی نداره. دولتی به اسم رژیم صهیونیستی وجود نداره. یک عده آکوپایر هستن، یک عده اشغالگر هستن که اومدن یه سرزمین رو اشغال کردن. خب اینها برای موجودیت خودشون به چند چیز نیاز دارن. اول اینکه دشمنانشون با هم وحدت نداشته باشن. یعنی اینکه 50 و چند کشور جهان اسلام اگر متحد باشند و اگر اسرائیل وقتی به یک کشور حمله میکنه تمام کشورهای اسلامی به صورت متفق محکوم کنن و اعلام حمایت از اون کشور رو بکنن، اسرائیل جرئت نمیکنه به کشور دیگه حمله کنه. دومین چیزی که ازش بهره میبره حمایت‌های آمریکا و 1-2 تا کشور قدرتمند دیگه است. خب شما دیدید توی جنگ 12 روزه با ایران اسرائیل تمام تلاش خودش رو کرد که جنگ رو گسترش بده و
نهایتاً هم تونست آمریکا رو وارد جنگ بکنه و آمریکا وارد جنگ نشد که ایران رو شکست بده، وارد جنگ شد که جلوی شکست اسرائیل رو بخوره، چون اسرائیل فکر میکرد با زدن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ظرف چند روز کار ایران تمام میشه، ولی طولانی شدن جنگ و فرسایشی شدن جنگ و صدماتی که در تل‌آویو و حیفا اسرائیل بهش وارد میشد، خطر شکست اسرائیل رو پیش آورد که آمریکا برای جلوگیری از این شکست بلافاصله وارد شد و شما دیدید بلافاصله وارد شد، بلافاصله 3 سایت ایران رو زد و بلافاصله اعلام آتش بس کرد. یعنی اگر اسرائیل پیروز بود و اگر اسرائیل در حال پیشروی بود، شما بدانید که محال بود که هیچ گونه آتش بسی رو قبول کنه. کما اینکه شما میبینید در لبنان آتش بس برقرار شده بین اسرائیل و لبنان، ولی هنوز هر روز لبنان رو بمباران میکنه. دیروز بمباران کرد. در سوریه رژیم چنج انجام شده. حکومت جدید سوریه حتی یک فشنگ به سمت اسرائیل شلیک نکرده، ولی هنوز در سوریه اسرائیل عملیات انجام میده و حمله میکنه. در غزه یک مش مردمی هستند که حتی یک کلاشینکوف برای دفاع از خودشان ندارند، ولی در طول هفته گذشته بیش از 200 نفر در غزه توسط حمله اسرائیلی ها به شهادت رسیدن، در جایی که حتی یک دیوار نداره و مردم توی چادرها زندگی میکنن. این وضعیت اسرائیله که اگر احساس قدرت کنه اتفاقا به حملاتش ادامه میده. دلیل قبولاتش بس اینه که اسرائیل احساس کرد شکست داره میخوره، آمریکا رو وارد جنگ کرد که آبرومندانه از این بادلاق خارج بشه. Apakah benar dengan eskalasi ketegangan Iran menarik diri dari negosiasi nuklir yang diinginkan Amerika Serikat? من سوال شما رو با یک سوال جواب میدم. اگر شما به جای ایران باشید، ما مذاکرات مدت طولانی با 5+1 انجام دادیم و نتیجه شد یک معاهده، یک قرارداد که سازمان ملل همون رو پذیرفت به اسم برجام. آمریکا یک طرفه از اون خارج شد. بعد از اون اومدیم دوباره مذاکرات با اینا داشتیم میکردیم. 5 دور مذاکره با اینها انجام شده بود. در روز جمعه‌ای که جمعه سوم که اینها به ایران حمله کردن، برای روز یک شنبه دور ششم و نزدیک شدن به توافق قرار بود در مسقط عمان برگزار بشه که روز جمعهش اسرائیل با چراغ سبز آمریکا به ایران حمله کرد و ما فهمیدیم که همه داستان مذاکره تله‌ای برای مشغول کردن ایران برای اینکه اسرائیل آماده بشه به ایران حمله بکنه بوده. آیا اگر شما به جای ما بودید باز هم به آمریکا در مذاکرات اعتماد میکردید؟ ما الان نیاز به اعتماد سازی داریم برای مذاکره. ما الان با آمریکایی‌ها وارد مذاکره بشیم، 5 دور 6 دور مذاکره بکنیم، به توافقی هم برسیم. چه تضمینی هست که اینها بر این معاهده یا موافقت نامه متعهد بمانند؟ وقتی به راحتی یک موافقت نامه بین المللی رو پاره میکنن و ازش خارج میشن، ما با چه اعتمادی وارد مذاکرات بعدی بشیم؟ ما پای میز مذاکرات بودیم، به توافق‌ها رسیدیم و هنوز هم آماده مذاکره هستیم و آماده توافق هستیم، ولی طرف مقابل باید ثابت بکنه که آمادگی مذاکره و آمادگی تعهد و آمادگی مقید موندن به تعهدات خودش رو داره. قسمتی که شما اشاره کردید که ایران الان سنگر جهان اسلامه، یک بخشش هم همین بخشه. ببینید ما برای استفاده غیر صلح‌آمیز و جنگ طلبانه از انرژی اتمی هر گونه تعهد و تضمینی که جامعه بین‌المللی از ما بخواد میدیم. IAEA به صورت سیفگارد در مراکز هسته‌ای ایران نظارت کامل داشت.
همین 3 مرکز هسته‌ای که آمریکا بمباران کرد، دوربین‌های IAEA به صورت شبانه روزی در حال نظارت بودند و ما اعلام آمادگی کردیم که هر تضمینی رو برای عدم حرکت به سمت بمب اتمی به جامعه بین الملل حتی به آمریکا بدهیم. اما آنها به ما گفتند شما حق غنیسازی ندارید. این بدعت خطرناکی در جامعه بین المللی است که یک کشور قدرتمند به شما بگه شما حق ندارید غنیسازی کنید و باید اورانیوم غنی شده را از ما بخرید. الان کشورهای در حال توسعه دنبال انرژی پاک هستند. اندونزی در برنامه‌های خودش داره که 30% از انرژی خودش رو از انرژی‌های پاک و راکتورهای اتمی تهیه کنه. انرژی پاک و راکتور اتمی بدون غنیسازی هیچ ارزشی نداره. یعنی شما الان وابسته به نفت هستید، فردا باید وابسته به واردات اورانیوم غنی شده از کشورهای بزرگ باشید. چه کشوری حق داره که بیاد به شما بگه شما حق ندارید غنیسازی کنید و باید از ما بخرید؟ این در حقوق بین الملل، در قوانین و در قوانین IAEA اصلا همچی چیزی وجود نداره. همه کشورها حق دارن غنیسازی کنن. ما هم مثل همه کشورها حق داریم. اگر امروز ایران را مجبور بکنند که غنیسازی کلا نداشته باشد حتی برای اهداف صلح‌آمیز، این یک خطر است برای تمام کشورهای جهان سوم که ما این بدعت رو زیر بارش نخواهیم رفت. این بخش اول صحبتم. اینو بگو تا یه بخش دیگه هم بگم. قسمت دوم عرایزم بیشتر شبیه جوکه، برای خنده میشه گفت. اونم اینه که یک کشوری که عضو IAEA نیست، هیچ نظارتی رو قبول نداره و هیچ بازرسی رو به کشورش راه نمیده. NPT رو امضا نکرده، پروتکل الحاقی رو اجرا نمیکنه و به گفته خودشون بین 75 تا 400 کلاهک اتمی داره و تقریبا چندین بار همسایگان خودش رو، حتی غزه مظلوم رو، به بمباران اتمی تهدید کرده. اومده با پشتیبانی کشور اتمی دیگه‌ای که تنها بمب‌های اتمی تاریخ رو در ناکازاکی و هیروشیما شلیک کرده و میلیون‌ها آدم رو در اونجا کشته، اومدن به یک کشور دیگه که عضو IAEA هست NPT رو امضا کرده، پروتکل الحاقی رو داوطلبانه انجام میده. بازرسان آژانس بارها اعلام کردن که برنامه ایران صلح‌آمیزه. خودش اعلام کرده که هیچ قصدی برای دنبال کردن برنامه غیر صلح‌آمیز نداره و برنامه‌اش کاملا تحت نظارت آژانسه. بهش میگن شما حق نداری غنیسازی کنی چون ممکنه به صورت غیر صلح‌آمیز استفاده کنید. واقعا این جوک رو شما توی رسانه‌تون برای مردم اندونزی و دنیا پخش کنید که یکم بخندن و یکم روحیه‌شون با نشاط بشه. Ambassador, my last two question allow me to ask in English. Will Iran close Hormuz Strait if Israel or United States strike again? Iran is a peaceful government. We don't want and we don't have any initiation to attack any country. Since 200 years ago, Iran does not have any attack to any neighbors or any other countries, and we have always been peaceful. We had a 8 years war that Saddam Hussein has imposed to the Islamic Republic of Iran, and we defended. Now we are ready to defend ourselves. Whoever attacks us, we will attack back them. But if nobody attacks us, we are not. We don't want to attack. We don't want to start any war in the region because we know that any kind of instability and war in the region will impact the world
and the economy and the peaceful countries' economy like Indonesia. Yeah. So we believe that the Muslim countries must come together and just help for preserving the peace and security and stability in the region and in the world. My last question. Israel claim win this war. Your response. Okay, let's them claim. They had some aims for this attack. You know that. The first one was to just destroy Iranian nuclear and Iranian defense capabilities. I ask you, if the Iranian defense capabilities has been destroyed, and they were they wanted to change the government in Iran. Regime change was one of the main purposes of the Zionist regime of Israel. Did the government of Iran has changed? Has the government of Iran changed? And the other was to just you can see the interviews of the head of this regime, this baby killer regime, that they have said we have these aims, these purposes to attack Iran. Everybody can go and see if they have gained their own purposes for attacking Iran. If they have gained that, they are successful, I agree. If they don't, they must not talk anymore about that. Thank you, Ambassador. Thank you for your time. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you, Komparan, and everybody for coming here and anytime. Thank you very much. Yes. We hope condition is good, peaceful every day in Iran and in the world. Inshallah, we are doing our best to preserve the peace and security in the region, because we don't want to harm any friendly country in the world, because I know that even Indonesian economy has suffered from the instability in the Persian Gulf region. Yes. So we are sorry about that. But if we want to just prevent the situation from that harm and that bad effect from the war, we must be united, and we must stop the countries that they seek for the new war in the region, and we stop them to have another war in the region, and we all try to have the do our best to have the peace and security in the region again. Thank you very much. Terima kasih Kumparan. Deep Talk episode 40 telah selesai. Saksikan Deep Talk episode selanjutnya.